اشکالی نداره. بیا میخوام قصه یه دوست قدیمی رو برات تعریف کنم. اینکه از کجا و چجوری با هم دوست شدیم. آره، خب گوش کن. ما تو محله‌ای که زندگی میکردیم چند تا دوست بودیم که از بچگی با هم بازی میکردیم، توی محله بودیم و اینکه پدر مادرامون هم دیگه رو میشناختن. رفت آمد خانوادگی نداشتیم ولی با هم دوستای بچگی بودیم که با هم بازی میکردیم و اینا. بعد یه دختری بود که تازه به اون محله اومده بود. بعد ولی ما باهاش زیاد صمیمی نبودیم. مدت دوستی ما با اون بچه ها بیشتر از اونا بود. ما همه با هم با اون دوستامون یکی از نزدیکترین مدرسه ها که مدرسه دبستان بود اونجا درس میخوندیم. بعد دبستانمون که تموم شد 5 سال دبستان اونجا درس خوندیم و برای راهنمایی هم از طرف مدرسه ما رو فرستادن یه مدرسه دیگه. دوران ابتدایی که ما با هم بودیم خب تو مدرسه بازی میکردیم. بعد تو کوچه هم میرفتیم بازی میکردیم. یه کوچه‌ای بود که همه خونه ها با هم آشنا بودیم و غریبه‌ای توش رفت آمد نمی‌کرد. هر از گاهی می‌رفتیم با هم بازی می‌کردیم. بعد هر از گاهی هم تو حیاط خونه ما با هم بازی می‌کردیم. دختری که باش بازی می‌کردم تک دختر بود. البته یه برادرم داشت ولی خودش یه دونه دختر بود. بعد 2 تا هم دخترمو داشت که اونا هم با ما همیشه بازی میکردن. ما که وارد راهنمایی شدیم رفتیم از طرف مدرسه ما رو فرستادن یه مدرسه نزدیک. رفتیم پرسجو کردیم و همه چی اوکی بود، ثبت نام کردیم. بعد تو مدرسه دیدیم این دختری که جدید وارد کوچه ما شده اونجا هست. الان که با هم میشینیم صحبت میکنیم از اول ما با این دختر زیاد حال نمیکردیم. خب ما دوستای قدیمی تری بودیم. اون تازه وارد جمع ما شده بود. ما با هم زیاد صمیمی نبودیم. بعد یه مدت که مدرسه رفتیم اومدیم خب با هم بیشتر آشنا شدیم دیگه. اون دخترم وقتی که ما تو کوچه بازی میکردیم میومد با ما بازی میکرد. بعد این مدت اون دوستای من یعنی رابطه من و اون دوستام کم رنگ تر شد و همچنان من و اون دختر جدیده که وارد محلمون شده بود بیشتر با هم بودیم، بیشتر وقت میگذروندیم و نه اینکه بخوام بگم با اون دوستای قدیمی اون به مشکل خورد، نه همه چی اوکی بود، هنوزم هست، ولی صمیمیت من با اون دختره بیشتر شد. دختره که جدید وارد کوچه‌مون شده بود دوست صمیمی من، اسمش سوگند بود. ما چند سالی با هم دوست بودیم. رشته ورزشیمون یکی شده بود، با هم تمرین میکردیم، با هم میرفتیم
باهوشی و اینا چیز نبود، مثلا جوری نبود که همش بخوایم با گوشی ارتباط داشته باشیم و اینا. البته گوشی داشتیم. بعد ما با هم میرفتیم میومدیم، نهار میخوردیم، میرفتیم میگشتیم. چند باری شده بود که با خانواده همون رفتیم بیرون، همش خونه هم دیگه بودیم هر دقیقه. و اینجوری شد که از بین اون همه دوستی که من دور و برم داشتم با سوگند صمیمی‌تر شد. تمام لباسایی که برای باشگاه میخواستیم بخریم ما رسمی کار میکردیم، تمام لباسامون. بعد خب اون از من درجهش بالاتر اومد، به خاطر اون رفتم و رسمی رو شروع کردم. همه راهنمایی ها، CD های آموزشی، بعد هر چیزی که میخواستیم تمرین کنیم و اینا با هم دیگه انجام میدادیم. بعد یه مدت گذشت و یه وقفه‌ای بین ما افتاد، یه مشکل خیلی کوچولو که الان بهش فکر میکنیم خندمون میگیره. تو همین مدتم که این مشکل کوچولو بین ما بود، بازم با هم دوست بودیم ولی یکم رنگ‌تر شده بود. تو همین مدتم بود که تو همین حین اونا از اون خونه رفتن و کلاً محلشون رو عوض کردن. اینجوری شد که دیگه همدیگر رو ندیدیم و بعد تماسمون هم که کمتر شده بود ولی همیشه خاطرهایی که با هم داشتیم تمام مدتی که با هم دوست بودیم و هیچ کدوم فراموش نکرده بودیم. بعد دیگه من درگیر زندگی خودم شدم، ما هم خونمون رو عوض کردیم، از اون محل رفتیم. بعد دیگه خب مدرسه همون تموم شد، وارد دانشگاه شدیم، همه اینا. یه چیز دیگه هم بود که باشگاهمون کلا اون مربی از اون باشگاه رفت و ما هممون پخش و پلا شدیم، یعنی هر کی رفته بود یه سمتی یه جای دیگه کار میکرد. و اینکه ولی من به یادش بودم همیشه و الان که حرف میزنیم اونم همینطور. فکر میکنم 1.5 سال پیش بود که یه شب خوابشو دیدم و من اینجوری هم که وقتی خواب میبینم تو کل روز تو روحیم اثر میذاره، یعنی اگه خواب بدی ببینم مود روزم رو خراب میکنه، اگه خواب خوبی ببینم روزم رو میسازه. کسی رو تو خواب ببینم تو کل روز بهش فکر میکنم. خوابشو دیدم و مثلا وقتی بیدار شدم از خواب انقدر دلم بیشتر از همیشه براش تنگ شده بود که انقدر سرچ کردم تو اینستا تا آیدیشو پیدا کردم، ولی شک داشتم که این آیدی درست باشه یا پیجشو هنوز داشته باشه. بهش پیام دادم و دیدم اونم جواب داد و چقدر دنبال هم بودیم، یعنی به هم فکر میکردیم. این وقفه اصلا نتونسته بود رو صمیمیتم اثر بذاره و اینکه انقدر خوشحال شدیم از پیدا کردن دوباره هم دیگه. خب اون محدودیت‌های بچگی هم نداشتیم، اون راهش از من خیلی دورتر شده بود، ولی خب اون محدودیت‌ها برداشته شده بود و ما میتونستیم دوباره همدیگه رو ببینیم. میتونم بگم یکی از روزهای خیلی خوبه سالهای اخیرم اون روزی بود که قرار شد بیاد پیشم و از ذوق زیاد
صمیمیتمون شاید از قبل خیلی بیشتر شده و اینکه من خیلی چیزا رو باهاش تجربه کردم، با شیطنت‌های بچگی، ورزش، اصلا خیلی چیزایی که صمیمیت ما رو چند برابر میکرد و حرف زدن از خاطراتم خیلی ما رو به وجد میاره. اینجوری شد که دوباره من به دوست قدیمیم برگشتم و میتونم بگم در حال حاضر صمیمی ترین دوستم که باش رفت آمد دارم اونه. بعد خیلی خوبه که یه دوست خیلی خوب داره. من خودم اصلا اهل رفیق بازی و اینا نیستم، با همه خیلی زود جوش میخورم، یعنی لحاظ اینکه بخوام بگم اجتماعیم، واقعا با همه خیلی میتونم برخورد خوب داشته باشم، زود گرم بگیرم و اینا، ولی دوستی که بخواد صمیمی باشه و بتونم باش همه چی رو راحت در میون بذارم، همین ساکنده. و اینکه خیلی دوست داشتم اینو برات تعریف کنم، دوست داشتم حتما حرفی ازش توی چنلم باشه، یکی از ویدیوهام باشه، یعنی در موردش باشه. نمیدونم، شاید یک روز با هم دیگه دوتایی ویدیو درست کردیم. اگه دوست دارید که با هم ویدیو درست کنیم حتما بهم بگین، تو کامنت ها منتظرم. و اگه رفیق قدیمی داری حتما اسمشو برام بنویس، کامنت کن، کامنتاتون هم برام میخونم، خیلی برام جالبه نظرات مختلف. و اینکه مرسی ازم حمایت میکنی، لایک و سابسکرایب